ای تیر اسب اجل بخیری خوشی بخوری. işte جای چه کاره برو؟ سلام علیکم من نباشی. خیرات برو. ساگه اینجا ساگه کوکو میکنم شما رو میگیره برو. خب چه کار میشه؟ شما ساگ میگیره میگم. تو بگو تو اینجا چی میرسی کی تکاش میکردی؟ میری تکا آنیدم کو بکندی؟ نه برو من نکندم ساگ کوکو میکنه اینجا. خب ساگ بابا چیه به سر زمین و ساگ هست کوکو میکنه چه کار میشه؟ چی میرسی تو کجا هستی برو جو؟ تو کجا هستی برو؟ ما به چه غلام ایدرش کنیم؟ به چه غلام ایدرش کنه اینجا چی می؟ کی؟ اینجا چی می؟ ما برای ما از این برای تو می آمدم تا میرفتم یک بار دیدم اینجا سگ به کوکو شد. ما گفتم این سگ مثلا شاید اینجا چشه از این در واشه بد جبر برات کار خود. بمیاد افرید نه؟ ها شما کینیم برو. این باغچه از منه. ها شما نه؟ ولی این باغچه از منه. سلام علیکم من دن باشیم جان جوره برو. خیرات تیار هستیم برو. شکر فضل خدا دم غنیمت. حالا تو بگو کمی هدف تو به در باغچیمو چی بودک؟ پوسه دزدی؟ نه برارم اما پوسه دزد نیم. من می تا خاطر دیدن سگ کوکو میکنم. سگ کو به صحرا هم هست. می صحرا سه کنی بر گو خونه سگ هست چیکار میشه؟ تو میگم برای بسته که در باغچه کش کنی که اینجا سگیه. نه. راست خب بگو چی هدف داشتی؟ چی؟ هیچ برو. دیونه یا میت دیونه چیزی سریعی مادر آخ کرده پیار آخ کرده خسر آخ کرده خوشو آخ کرده زن آخ کرده. من زن 30 ساله بودم آخ که برای خونه ما شوار که بفهمیدی؟ انا من چون به صد خونه بودم برو. بیشتر بیاقل بوده که به تو دختر خود داده. بچم میگم تو بیده دیونگی خونه مرگبتی همین سهرا میبینی همین زمین ها همین باغچه هم از اینا از خود سر سایه بداره. شما نه لکه می نام از ما نی همین باغچه گک از ما اینا میگم از خود سایه بداره. میگه تو بری به در باغچه مردم در باغچه کش کنی تو را مغز بزنه که باد کنی تو اصلا از این قله نیم نه. یالا بده دیگه تو به در باغچه نبینو خود از این منطقه ویدیو اندازی. هی بده 4 بند تو رو نبینه برو خوردگه برو چشم چی ما کجا هست بیاد اینجا بیا آمده تو این دفعه تو اینجا بینسته که تو به دست در باب منطقه میدم یا نمیدم برو چشم سگیه اینجا سرقی بیا آمده من گپ میده بچون چی مصبور جونه دیغم توی که سفره بینان ندیدی جنگ حیال و گریه طفلان ندیدی خرج تو علاف مف میخوری مطرم ناینای تترنای نه ناینای بگم یک گو اگر تو پرسان کنه تو گوی یا گوسالی گو که اون نیمه گوساله یا نیمه گوه تو چه کاری گوی؟ تو گوسالی یا گوی؟ کلمک میزن اینا کله مثل من گاهی وقت دل میشه کلمک میزنه گوساله بابا برو تو دکتر حیواناتی که توی درد از میکنه که دل درد نشه نه ولو اما تو دکتر حیواناتی که میگی گاهی وقتا دل درد میشه تو به دل دردی از این چی خبر داری؟ بله تو چرا به ته خور علفا شیشتی؟ میگم بله پرسیدن ای بی نباشه برار خوبه گردن تو از کجا هستی؟ به چی کینی تو به این منطقه چه کار میکنی؟ با چرا خود گوساله گپ میزنی؟ تو حالی من میتادم به این منطقه به کل ندیدم
ما برار بچه قوس الدین دوتری خب بزین پیار ما به زبون خو مشکه هم میزنه مشکه تک 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 تک. من به طبیعه آمدم دیدم گوساله اما گفتم سعی کنین گوساله یا نصف گوساله ای گفتم گویه یا گوساله. خونه تو با کجایه؟ چی؟ خونه تو با کجایه؟ خونه ما با محله ما. خب محله شما با کجایه؟ خونه با محله ما بغله حسن جسکله. خب اینجا چه کار میکنی تو؟ این تب مادر ما آخ شد مر مادر ما آخ کرده زن ما مر آخ کرده پیار ما مر آخ کرده خسور ما مر آخ کرده خسور بیرام ما مر آخ کرده اصلا نفته کن نمیری ما تذکره دار و بی تذکره مر آخ کردم برا. حالا ما چه کار کنم؟ تو بیا مدی پیش گوساله بخاطر چی شیشتی اینجا با تعزیه علفا؟ شما بود یالی گفتین درد دل همین کنم. تا دلش کن. همین تا گفتن درد دل کنم خود عزیز. تو بیا مدی خود گوساله ما درد دل کنی. بله. ها. حرکت کو که اینجا جات نیم ما جان. بخی که علفا خراب کردیم ما صبح اینا رو میدرم پیش از دیگه و نظم اینا هم در میگیره بخی. بله. تا حال به می منطقه ما 100 رقم جنس از این منطقه گم شده. هر چیزی که به دست سینوبی آمده بردم من به غیر از تو دیگه رقم آدم طالب این منطقه ندیدم به غیر از تو که برده بشی دیگه کسی نبرده اگه تو به جلوی چشم خو یک دقیقه دیگه نبینم کاکام ارباب عمل به زنگ بزنن تو رو به دست میدن که برو به ولسوالی تحویل کنه. خب برو. چشم. من دو زنیم برار بس من خاطر آدم سادی و من آخ کردم. اصلا هم سرکله تو عمل عدوزای. تو بیا مد اینجا بشینی که چشم ما چاپ کنی گوساله ما رو کنی ببری. خب راو تا نبرار اینجا چه کار میکنی من گوساله شما نفت. او تا برو راو بره. خب ببخش دیگه خودت 10 دقیقه درد دل کردم دیگه. خب خدا سعی کو تو چی میگم دیگه تو نبینم به چهار طرف خو چشم که نرسیده به دست ارباب پست تو رو میکنم. چشم. خب خدا حافظ دیگه گوساله دیگه ما نفهمیدم که یکی دیگه 24 ساعتی مردم به سر سارا خونم یک لحظه از این جگاه چپ نمیشن که تو خسته بشی بیا چیزی ببری. برو که بست مر در به در کدی دزدا خدا اینا رو در به در کنه تمام زندگی مردم رو ببردن. برو برو استاد نرسو این گوساله شما نه برو. پس از کی نه پیار منه. خیلی گوساله خوبیه منتهی را اگه بگنج بولین شاید اندازی مو سر شما پول بدم برای شما. پس حال معلوم میشه که تو همین مالا هم تو بردی. تو با گوساله میفهمی که میگین ما به گنج ببرم برابر مو سر ما پول بدم. نه برو. حال معلوم میشه که دوز واقعی تو نی برار خوربه گردون. نه خدا بگو چی جوندی راست خور بگو تا تو به پیش ارباب نبردم. سر شما دارن که سر شما به یک بوجی شلغم نمیدم اگه من طالب عمر خود زندگی دیزی کرده باشم. من اصلا امیت اتچک برو تختکه میام. راست خور میگی یا می چوبار با جوشونات و میده کنم سکش چوبایه. از اینا حقیقت میگی که چی جوندی از این منطقه کی های چوبار با جون تو میده کنم. تو خود تو ارقام میفهمی. کیسی خسور خور بزدم. خسور تو ما کار ندارم من منطقه ما چی جوندی؟ هیچ. نه جوندی؟ نه. تو پس به گو گوساله چی میفهمی که به گنج؟ نه چیزه این گوسالی هم میفهمی تا به گنج من میرفتم برای او کشته میفروختم تا مثال. به گنج غلی ما او کشته میفروختم بفهمیدین؟ تو که با خسور خورم نکنی با ما رم میکنی. تو کیسی خسور خور بزده باشی تو با ما رم میکنی. خسور ما خاطر که از ما پیشکش خیلی گرفته بودن. یک روز پیش من خوب بود اگر کیسی بزنم برا نمیدن پلان اینجا برفتم بخون تا یک من خرچی کردم. آفرین که راست خور بگفتی. آفرین. میگم فقط این دفعه ما تو رو میبخشم دفعه دیگه تو رو به چهار طرف نبینم که اگر بدیدم یلا کنم آیه تو عمر 2 هفته میشی رو خونه نشی تو به تعمیر لغت میکنی. میام برا نمی جمع پیشتر رو بشوش. برو خدا برو دیگه برو بخیر. خدا تو رو دیگه نبینم به چهار طرف. الجام باشه مرا. بیا ما خودی گوساله ما راز دیگه کنم درو. مستقیم مستقیم لالا جان برار جان ببخشید بیایی. چی بی برانمه؟ برار جان جان همه تا مستقیم میرم یک جای من چیز نمیشه که متعال سکیل من بگی منم ببرم. نه برانمه کجا میبری؟ مستقیم. خب مستقیم با کجا میری؟ مستقیم یا ایته یا ایته. خب برو به هر طرف راتونه برو دیگه مستقیم. پول ندارم برو مفته میرم. آها پول نداری؟ آه. خوشه که برانمه ایته که بری میره به شهر میره بفهمیدی؟ ایته هم که بری میره به دیام میره انال که پول نداریش کسور مفته به جای نمیبره برو اینجا که خیرات خونی نیه هسته؟ نه خوب برو خانال پول ندارم من گوشنه هم هستم. برو شما پول نداریم یک کمک که به من میته خیرات
سرسایه مثلا روزه اگه روزه کتیر شده انا بدن که گناه دارم برار من باور بکن برادر من بمی کیسام حبیبولی دو تا موش جمع کنم یک خفه میشه یک روپیه بمی کیسام حرام باشه راست ولی برادر مسیر تو هم معلوم نیه که تو به کجا مستقیم میرم دیگه یا ایتا میرم مستقیم تو به کجا کلون شدی برا ما به خونه پیشون سراخو همین عقل کمال نداری خواه طرفی بری مستقیمه ماما برم مستقیم ببره ماما پله دارم به خیرات ماما بعد لالا چوکو منطقه میره به راه خون برم ببری بله من این راست و بلد نیست که چیز میگی دست میداد دکتر میگفت سکیلی تولی چی نداری برا نه برو حتی جزغلگی تو به خاک شه دلی گندی تو به خاک شه مرا خاک برنگ تو لاف کنه بشه کدو قبرستونی تو ما سراخو همین خوبی یه دلی هم خو همرنگ تو با این چی ندیدم ما چی چیلکه من همرنگ تو میتونم دنبال سیلی خیلی کار لالا مستقیم برار مستقیم تو دیونی یا هوشیاری بله چه کار برارمه دل بند مر بندختی یعنی میگم برار پول ندارم این تا مستقیم مرم ببریم خو حال صدا کو دست مر برار جو ما بر رفتار تو قربین دادی دست کو بسا شونی می یا گل کردم همین تو من نمیبره مرا ای برار جو پول ندارم مرار مسلام منور نمیداره تو پول نداری تو به کجا میری ها به کجا می بری من به شال بافون به سراخو خب تو کویت میری ای بله خوب گوش کشیم برادران این مسیر از این معلوم میته میره میگم مستقیم سچرخ ایته میره به دوم بازی چسبیدی چی رقم آدمیه که مسیر از این معلوم یکی به کجا میره تو مد نفی